این سفرم کارش بسیار وزبین ایوخی، همی برآمدن و رفتن و آمدن و همی سمالیات و خیلی دیگر بسیار مشکلات ها داره و نه که به خدا قسم همی وقتی که ما از اوجا احساس میکنم حالی و بچاره، خواهشی و بچاره و حالت هایی که همون ها مقصد انا قرار دارن، همون ها بگیم پیش نظر من میاد دیگه، همی دویده میریم. بله. میگیم خدایی است که هم پیغمبر خدا گفته است اگر یک نفر ایدست تو هدایت بیاوه یک شتر سرخمو در روی خدا قربانی کرده. بله. یکی میگیم هم یکی آدمی یک نفر همو گپی ما را درستتر میفهمه و خلاص همو آدم یک راهی نیک، یک راهی خوب پیدا میکنه. بله. از این لحاظ میبرم میرم همونجا یکان ماها میستم ولی لگنی من همین سفری کردم حتی که از جنازه پدرم دیر موندم. بله. ببین همین سبب شد حتی یک روز بعد جنازه آمدم. درست. برای همین چیزها حقیقتا بسیار مهمه که من همین تفرهم دارم، بسیار احساس کردم در همین بابهای جهادی و در بابهای سلفی و در بابهای همین تحریری و خیلی همین بگیم رویه های نامطلوب خیلی قطعیشون صحبت های زیاد داشتم و یگانه همون مقصد ما که انا پیروی از مذهب ابو حنیفه هم به خاطر پیروی ای دین اسلام های، به خاطر همون پاک کردن نفس های، به خاطر درست انتخاب کردن همین راه شریعت های. بله. این راه مذهب ابو حنیفه یکون راهی خلاف قرآن و حدیث نیست. بله. اگر سخن ابو حنیفه با قرآن و حدیث مقابل باشه ما خودمان گفتی خودی حضرت که در دیوار میزنیمش، قبولش هم نداریم. بله. زین لحاظ امور همه شما همین جهت را فهموندم و حتی چند مقاله در همین درونم نایستاندم و اینجا هم گفتم که یگانه چیزی که امروز همین فرزندای ما را از همین پیروی از همین راه ها اینا بین میگفتن که با پول میروند، خیلی یک قسمت با پول میروند، یکی قسمت زیادی همیا به نام خدا میروند، به خاطر خدا میروند. بله. یعنی گویا که همون ثواب و پاداش هم میگیرن، با همین خیل فکرها و عقیده میروند ولی همین عقیدهشون همین مقصد انتخابشون خطا های درک نمیکنن. ای کجا درک کنن وقتی که از زمینه دانش نباشه، زمینه فهماندهی نباشه، خیلی که بیچاره ها دیگر نمیتونن بشینن و ای تمام مسائل آگاهی به عقلا برای اینها فهماندهی را تامین کردن در کره. بله. همین ها را مقصد ما گفتیم در اینجا هم در همون جا هم حتی بچه های همی پولدار و مالدار را گفتیم که آخه از این قدر مثال سراینده و از این قدر نغمه و نغماتوی که در همونجا پولاتون صرف میکنین آخه همین شما تشکیل کنین از همین دانشمندایی که شما با اونا اعتقاد دارین اخلاص و هر کس هم گوش نمیکنن. بله. درست. با هر کس هم اخلاص ندارن از خاطر که همین بسیاری از امینا هم همین بگویی که ا بگو ا میگه ب بگو ب میگه، نه بسته مقابل شریعتش میگه مقابل دینش میگه. خلاص همونا هم درک کردگی هم به همه یا اخلاص ندارن. بله. همون نفرهایی که مثال اخلاصمند داشتین، همه آدمایی را که شما پذیرایی دارین محبوبیت دارین تشکیل کنین بگیرین مثال برین در همونجا مردم را جمع کنین. خوابتین هم مردم مثال ما را نامونا میشنون 5 تا 10 هزار آدم جمعه جمع میشوند، میکروفون در طرفای رسیه در دست ما جمعه شون ما میگذارونیم. بله. همین قدر ما در مثال همونجا در فرصت میتن تا همون شهرهای در که رفتم تا فیس بیش تا مثال امویدیش همشون به خدا قسم حتی بیرون کم کمی تا محافظت هم کردن، امکانیت هم دادن که همین بچه ها را مثال نصیحت وصیت کنین. همین کارا را ما در همونجا انجام دادیم. همین چیزها را فقط یگانه راه همین حاضر مردم اونجا که به خاطر کار رفتگن، اونها که از علم دور موندگن او را فقط فهماندهی در کار. اینهایش که در تاجیکستان آلی با
قوای کاری را نشیدن. اینها را هم از تعلیم دین دور کردن در کار نیست که هر چی که بیا به سر همین مردم همین روی دین میاد. بله. برای اینها را از دین آگاه کردن در کار، اینها را به دین آشنا کردن در کار، اینها را ای پیروی مذهبشون خبر دادن در کار. برای اینها راه‌های هستن که اولی آینده که نو اینای جهادی برآمد و مقصد داعش برآمد و سلف اولی با منبعد با دیگر نام‌ها قطعی با دیگر گروه‌ها پیدا می‌شود. برای پیشگیری همه در کار است که همین آخه مثلا مشاهده کردین اونجا بدین همین زمینه‌های پیدایشی همین عقیده‌های به اصطلاح افراطی در ذهن مهاجران از کجا می آید؟ اون سرچشمش اینترنت است یا مثلا تشویق میکنن این اندیشه های افراطگرایی را کی هستن؟ زمانه من میرفتم مومن احمدی یک زمانه من میرفتم و وقتا این جنگ های مثال دولت های عرب نبود، جنگ در داخل داغستان بود، اینگوشتیا بود، همونجا بود. بله. همین بچه های ما را به خاطر که اینا احتیاج به پول داشتن همونجا دم بعضی هاشون با همون ترغیبی مثال همون بعضی رولیکا قطعی و بعضی ترغیبا قطعی و بعضی آیت های قرآن دلیل و حجتشون میوردن و طرف های اینگوشتیا و چچنیا میبردنشون. بله. من همون چنها همون در بین مردم همین صحبت ها را در پرسپیک میره و در پکلان گره و در همون شهرهایی که در مسجدهایی که بودم همینا را میگفتم. اما که حاضرها با کمتر همین دامنی همین بگیم که دعوت بسیار وسیع بچید. بله. مثال حاضر از چل بگیم که همون صورت حرکت های تیز اینترنتی. بله. بسیارتر البته همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی های. بله. خلاص همون هر یک رولیکا را تماشا میکنن، هر یک دعوت هایی که اونها میکنن تماشا میکنن. انا در مقابل دعوت اونها یگان دعوت های رد کننده نیست. بله. یگان دعوت های مثال رد کننده سخن همونا نیست. غیر اینها زنده هاشون هم در بین بچه ها هستن. همون بگیم همون با اصطلاح های همون خود روسا یچیکه های تشکیل کرده بودن در خود همین مسکو و دیگر شهرها که بچه ها همونجا جمع آمد میشیدن و می نشستن و از همین گفته های همون نماینده های همونا مقصد با خبر میشیدن، از همونجا گویم بسیار قوت میگرفتن، حتی تا اندازه شیده بودن که دیگه با تلفن قطعی ما بحث مناظره میبرامدن. بله. برای همین بود هم البته قوی بگیم همون منشأشون هم اینترنت هم هست و هم طریقای همین تلفنی و اینترنتی و طریقای دیسک و طریقای فهماندگی و هم از همین راه اکی استفاده میبرن. اکواز یگانه وسیله همین هست. درست است. این مهاجرها که یکی از این بعضی مجلس ها و محفلات ما بدیم مثل در چیزای حکومتی هم میگم مقصد ما راه اینترنتی را میبندیم، مثال اینترنت از دیگر اکو اینها فکر میکنم که پیشگیری به این نمیشود. تا هر چی را که همین تا چند پوشیده نگاه داشتی همون قبول لذت همون زیاد پیدا میشود. بله. توجه زیاد میشه. توجه میگه که چه قدر یا ایرا مقصد پنهان نگاه داشتن میشه. ایرا فقط همین اگر باشد همین امکانیت ها و مثال خواهش های همین مملکت ها باید که حتما هر یک دولت خواه تاجیک های خواه ازبک های خواه قرغیز باید نماینده شرایط کنن همین چیزا را پیشگیری کنن در همونجا با طریق فهماندگی انشاءالله موفق میشه. چی با نمیشه؟ خوبیش در همیه که در یک شهر برآمد میکنی 10 شهر دیگه در می پرتویش تماشا میکنن از مردم. این حاضر اینا ببینین همین یک چیز شینه در همین تاجیکستان خودمون همین مردم سوال جواب شه ای وصال حق از کلمه و از مثال همین کانالای توحید از همونا میکنن. از این داخل همون خیلی جوابهای قانع کننده ای که مردک از همون راحت کنه هم خیلی جواب نیست در اینجا. درسته. همون را که دریاب نمیکنه در همون مثال شبکه ها می حالا که اون شبکه ها از طریق مذهب فتوا نمیتن. اونا مثال از طریق همون خب بگیم که بیرون از مذاهب گپ میزنن او را نه مثال
با این 4 مذهب یگان ربطی نداره. مثلا حجت ها و دلیلایی که اونا میارن. خدا را شکر همین چیزا را حتما کردن در کره. بله. زیرا همین حرکتی همی و کاری همی و دیده سیم که با غیر ویران کنی و با غیر خراب کردن دیگه هیچی اینها کاری را انجام ندادیستن. بله. بر خدا همین سال احمدی در همون دولت های روسیه همون دل جگر را بگیم یک قدم در همین موضوع ها یک ماه رسول در ده ها مسجد و محفل های کلان گفت زدیم اگر چی خطر کلان داشت. بله. زیرا دوجه نماینده بسیار روخه. تو کدام ماه در روسیه بدین بابای دملا خیرام بار؟ این همی رمضان دا بودن. ماه رمضان ها فهمو. خدا حافظ.